محمد تا ابد روشنگر راه من است. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. حضرت ابو قتاده انصاری رضی الله عنه می فرمایند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمود: از زیاد قسم خوردن در خرید و فروش پرهیز نمایید، زیرا قسم خوردن زیاد باعث فروش مال می شود ولی خیر و برکت آن را از بین می برد. روایت مسلم. در تمام جنبه های حیات انسانی البته یک تعلیم از تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وجود دارد که متاسفانه اکثر مردم از آن دور مانده آن را فراموش کرده اند. از جمله در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امتش را از زیاد قسم خوردن به هنگام خرید و فروش باز می دارد و منع می کند، چون که با قسم خوردن زیاد انسان بعضی وقت به دروغ واقع می شود که این فریب دادن مردم و گناه بزرگ است. مگر در حالت ضرورت فروشنده می تواند قسم خورد. مثلا خریدار گوید که تا زمان قسم نخوری مال تو را نمی خرم. در چنین صورت اجازت است که نه به دروغ بلکه راستش را گفته قسم خورد. اما قسم خوردن به دروغ به شک و شبهه قطعا حرام است. چون این قسم خوری زیاد را امروزها در بازارها خیلی زیاد می شنویم که این نشانه دور ماندن از تعلیمات بهترین معلم بشر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر به آنها نصیحتی کرده شود می گویند اگر قسم نخورم مالم به فروش نمی رود، بیخبر از آن که با این قسم خوردن زیاد برکت مالشان را از دست می دهند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وأخوات.